پیامبر خود را درست نمیشناسند. برشان بگو یک بار صلی الله علیه و سلم، همین برشان سخت است که بگوید. برشان بگو کلمه یک دفعه بخوان، کلمه را درست یاد ندارن، الفاظش. برش بگو سوره فاتحه را بخوان، سوره فاتحه را بلد نیستن. فکر میکنی از این عمر روز قیامت نمیپرسد الله ان عمره فیما افنا؟ پای بنده روز قیامت مثل میخ در زمین میخ میشه، کنده نمیشود تا زمانی که 4 تا سؤال را جواب نگوید. ای جوان عزیز، قیامت دور است؟ نه، نزدیک است. وقتی مورد قیامت برپا شده، جوابا را آماده کردیم. از تو پرسان میکنم، از خود پرسان میکنم، از ریش سفید، از خواهر مسلمان. اولین سوال عن عمره فیما افنا، این عمر را در کجا فنا کردی؟ جواب ما چیست؟ این ریشه را کجا سفید کردی؟ این سر را کجا سفید شد؟ جواب ما چیست؟ و عن شبابه، جوان، و عن شبابه فیما ابلاه، از جوانی پرسان میکند این بهار، این قوت، این انرژی را در کجا صرف کردی؟ ساعت‌های به کجا مصرف میشد؟ اگه برات بگویم 5 ساعت عمرت به ما بده، تو خیال میگی که من میتونم، ولی وقتی که ملک الموت برات بگوید 5 ساعت عمرت باقی مونده، اون وقت میتونی با من؟ میتونی؟ نه، هر کس دوست داره 5 ساعت بیشتر زندگی، حتی پسر و پدر نمیدهد. پس تو میدونی 5 ساعت عمرت رو هر روز با چی میکشی؟ عمر کشی جوانان شروع کردن امروز. عمر خود را میکشند با تیک تاک، عمر خود را میکشند با صفحات مجازی، با سخنهای لهو و بیهوده، با گیم ها. وقتی برشان میگی نکن حرام است، کجای قرآن آمده که حرام است؟ عزیز دل من، آثار شوم و گناه اولش بی برکتی و عمر است. در عمر برکت نمیماند. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم به چند سالگی به پیامبری مبعوث شد؟ چند سال از دنیا رفت؟ چند سال کل نبوتش بود؟ 23 سال. دنیا را عدالت پر کرد، به دنیا انسانیت آموخت. ثانیه دقیقه عمر نبی علیه السلام برکت برای امت و بشریت بود. 23 سال رسول صلی الله علیه و سلم به پیامبری مبعوث شد، چنان خدمت کرد که امروز هر جای میشنوی محمد صلی الله علیه و سلم، دنیا حیران مونده. دنیای کفر تلاش میکند این نام را از دنیا محو بکند. محال از زمین و آسمان تا زمانی که نابود نشود نام محمد در دنیا زنده و پایدار است. این نام محو نشدنی است، در قلب ها حک شده است، قلب ها را گرفته است. 23 سال عمر نبی علیه السلام، در 23 سال نبوتش تمام امت را برکت رسول صلی الله علیه وسلم در بر گرفت. بعضی ها از عمر خود بیشتر زندگی میکنن، از عمر خود بیشتر عمر میکنن، یعنی اونهایی که با خدا هستن، اونهایی که زندگیشان با هدف سپری شده. بعضی ها 30 سال از دنیا رفتن، خیلی خدمت در دین الله کردن. دوم، آثار شوم گناه در زندگی انسان، بی‌برکتی رزق کم میشه. امروز چقدر مردم داد میزنن که کار نیست در این سرزمین، کار نیست. امروز جوان میره به ایران، جوان میره به ترکیه، جوان میره به کشورهای اروپایی که اونجا پول به دست بیاورن. وقتی که از اونجا برمیگردن تماس میکشن به خانهشان کمی پیسه روان که ما کرایه را بکنیم. به ترکیه رفتن دست خالی برگشتن، به ایران رفتن دست خالی برگشتن. چرا؟ به خاطر که گناه میکنن.
نماز نمیخوانند، تماس میگیرن جناب مولانا سرکاریگر ما به ما اجازه نماز نمیدهد. خدا ما رو میبخشه؟ نماز نمیخوانیم، مالسیم، قرآن تلاوت نمیکنیم، نماز جماعت نداریم. ما در ایران هستیم، اونجا دیگه نماز جماعت اهل سنت نیست. برشان میگم جوان چند تا نفر هستین در اتاق؟ 5 تا. در بینتان یک کسی نیست سوره فاتحه را یاد داشته باشه؟ یک کسی در بینتان نیست قل اعوذ برب الفلق یاد داشته باشه؟ ببینین عزیزای من چقدر عمر کشی امروز جوانان شروع کردن. آثار شوم گناه بی‌برکتی رزق است. اون جوان بیچاره 6 سال 7 سال 8 سال در ایران کار کرده تا مهر زن خود را به دست بیاره، با دست خالی برگشته. برب کعبه قسم، برب کعبه قسم، اگر از خدا بترسی تقوای الهی را پیشه کنی در افغانستان خدا تو را ثروتمند میگرداند. در افغانستان الله تو را عزیز میگرداند. تمام مشکلات تو را الله حل میکنه. مگر تو به الله اعتماد نداری؟ الله میگه و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. این رو الله میگوید. بنده اگر از خدا ترسیدی خدا گیری از هر مشکل تو میگشاید و از جای به تو روزی میدهد که گمان نکنی. از جای به تو روزی میدهد که تو گمان نکنی. خیلی ها هستن کابل رو ندیدن، عمرشون در مزار تیر شده، خیلی زندگی خوبم دارن، چون سرکشی نمیکنه. کم شدن رزق آثار شوم و گناه است. این تاوان است که تو پرداختشی. 5 دقیقه لذت چنان غافل میکند انسان را، چنان چشم انسان را نابینا میکند که ما از آثار و شوم و آینده یزو خبر نداریم. همینجا به دست ما 5 دقیقه لذت خدا را، چنان شهوت تمام وجود ما را گرفته. فکر میکنیم لذت را تنها ما میبریم، بی دیگران به دستشان نیامده. نه عزیز من، کیف یکون عاقلا من باع الجنة بشهوة ساعت. حافظ ابن قیم جوزیه رحمه الله میگه چگونه تو مرد عاقل میگی که به 1 ساعت شهوت جنت خود را فروخته است؟ چگونه مرد تو عاقل میگی که به 1 ساعت شهوت جنت را فروخته است؟ خب من مقاومت در برابر شیطان صحبت کردم برای تو که تو باید مقاومت داشته باشی. من میگویم ظاهر گناه لذت دارد عزیز من، ولی بدانی هیچ تلخ در عالم تلختر از گناه نیست. هیچ تلخ در عالم تلختر از گناه نیست. این شیرینی هایی که در زیر زبان مزه میکنیم از گناه به خدا چنان زهر کشنده است. قسمی که نمیخوای زهر را بنوشی، اگه کسی برایت بگه این زهر است تو مینوشی اون را؟ بی ایمان جواب بگو مینوشی؟ برب کعبه قسم که گناه کشنده تر از سم است، به خاطر که اگر سم تو را بکشد شهید میشوی. اگه کسی به تو سم بدهد، زهر بدهد، کشته بشوی شهید شدی. اگر تو را گناه کشت آخرتت را نابود کرد. 100,000 دام و دان است ای خدا، ما چو مرغان حریص بینوا. ما در این انبار گندم میکنیم، گندم جمع آمده گم میکنیم. می نیندیشیم آخر ما به هوش، کین خلل در گندم از مکر موش. گر نموش دزد در انبار ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ مولانا میگه اونهایی که نماز میخوانند، روزه میگیرن، گریه ها میکنن، زکات میدن، تسبیحات دارن، حلقه های ذکر دارن، تبلیغ دارن، حسرات اینها کجاست؟ چرا اثر در وجود ما نداره این همه حسراتی که ما کردیم؟ مولانا میگه در انبار شما موش پیدا شده. موش. این موش چی از گناه است؟ گناه را پیدا کرده به دروازه قلبت، گناه داخل قلبت شده. حضرت مولانا میگه اول ای جوان، اول ای جان، دفع شر موش کن، وانگهی در جمع گندم کوش کن. میگه اول دروازه موش را ببند، اول دروازه موش را ببند، بعد حسنات خود را ذخیره بکن. اول گناه را ببند، بعد حسنات را انجام بده.